این همین کلیسای فوق‌العاده که اینجا داریمش، نقاشی‌های بی‌نظیر. این کلیسا به اسم فردیه که مسیح را از صلیب پایین آورد. حالا من شنیدم که اونایی که پاپیون میزنن اعتقاد دارن که مسیح عروج کرد و اونایی که کراوات میزنن اعتقاد بر این دارن که مسیح به صلیب کشیده شده. حالا ما بین مسیحیان کاتولیک ها و پروتستان ها رو داریم. پروتستان ها خیلی یه جوری میشه بگی خرافاتی تر، خیلی شاخ و برگی بیشتری داره مذهبشون، ولی کاتولیک ها ساده ترن، یه مقدار اصولگراترن. واقعا بنای فوق‌العاده‌ایه با نقاشی‌های بی‌نظیر، شاهکار. اینم محراب و فضای اصلی. و یه چیز خیلی جالب در مورد صلیب کلیسا اینه که این صلیب برگرفته از آیین مهرپرستی ما ایرانی هست. صلیبی که رو میبینید یعنی در ابتدا نمادشون یه پرنده بود، حتی من شنیدم یه خروس، ولی زمانی که وارد ایران میشن و این نماد صلیب شکسته که مال آیین مهرپرستی ایران بوده رو میبینن و همخوانی میکنن با صلیبی که حضرت عیسی به اون مسئول شد، نماد خودشون هم به صلیب تغییر میدن.